نامه‌های از اسفره به اصلاح رسیده است. نامه یک مادر به اصلاح رسیده است که ما واقعا هم از خواندن آن خیلی یعنی حالم تغییر خورد، ولی اگر میگم نخونمش اون امکانی یعنی خیلی بد شدن وضعیت است و من برای خودم لازم میدونم که یک کمی طولانی هم هست، ولی انشاءالله میخونمش گوش میکنیم. خب با سلام خیربار، با سلام خیربار محترم برادر گرامی محمد اقبال صدردین، سبب نوشتن این نامه من به شما در آن است که روز فرزندانم این نوار را بینند و مرا ملامت نکنند. من مجبور شدم به خودکشی، یعنی این مادر مجبور به خودکشی شده است. البته به زبان آوردن کلمه برایم نزد خداوند بسیار شرم‌آور است، اما علاج به ندارم. من صاحبی با داخل قوس آوردن از صاحب گفتن هم شرم می دارم. اصلا مسئول 3 نفر فرزند نابالغ یتیم هستم. با کمک خداوند رزق حلال فراشی به وایه رسانده ایستاده بودم. یعنی این خوب عبورشیسته است این مادر. این 3 یتیم به من امانتند و این چنین جان من نیز امانت است. اما پس از حادثه آخرین در کارگاه، یعنی مرکز اولین درجه طبی شهر اسفره یا خود همان پلیکلینیک 6 اتاژ میگویند، در ما بسیار غمگین گشتند. باور کنید از زمان مدیر معلمه محمد و فیض‌الله و من در این کارگاه طبی کار میکنم. این مدیران را به اساس از وظیفه هایشان سبکدوش نمودند. خلاص برای به دست آوردن منصب این کارگاه بسیار آدمان تلاش می‌ورزند. عطاخان و سیف الله با پاره به دست افتاد، فرار روسیه شد و بعد از وی هر سال 2 مرتبه قریب مدیر نوکنی دیده میشد. اخیراً کار به جای رسید که هیچ کس به عهده مدیری را نگرفت. این زمان غنی و عبدالخالق متخصص جوان این کارگاه را از پاره و پاره‌خوران تازه کردنی است، ولی میترسند که او را نیز زود از بین میبرند. سوال به میان میآید که کی به این کار قادر است؟ البته همه چیز به قدرت الهی است، اما ماه چند که یک محاسب با نام رحمان و مبشره که همگی 40 ساله است به کارگاه ما آمده همه را به غوغا آورده است. ماه نوامبر برای تفتیشات از کروپسی ولایت به مرکز سلامتی مفتشان آمده 300,000 سومانی مبلغ نارسایی در بودجه را آشکار می نمایند. 300,000 سومانی. خوب دقت کنید. این آوازه 3 روز در کارگاه پهن گشت. پس از 3 روز باز آوازه نو میبرد که مبشره رحمان با سویاسای دوشنبه داشتهش کار را حل کرده است و به گفت خودش همش راو نشده است. ما خود کارمندان قطاری به این گونه مسئله های مدیری اصلا اهمیت نمیدهیم. در مرکز سلامتی ما 900 نفر کارمندان فعالیت دارند. اینشون همه بنگاه های طبی ناحیه به مرکز ما زیرتابع می باشند که از هر یک آنها مبشره رحمان و دالیا میستاند. از یک تلفن موبیلی قیمت بها میگیرد، از دیگر مبلغ ابوناپولی، آبادی مرکز و دیگر. این مبشره که سال تولدش 81 است و پررگی با استفاده از نسب و منصبش، یعنی هم نسب رحمان بودنش، همه را ترسانده گرفته است. نه سردار مرکز را پریزنود میکند و نه سرمحاسب و رئیس اتفاقی کسبه را. این رحمان رو خودش بستی نکرد با هم فامیلیاش هم پرابلم دارن مردم. با قول خودش به امضا و اجازت سردار مرکز ضرورت هم نداشته است. کی را خواهد والد میکند، کی را خواهد واستنوید میکند، یا بوغالتر، یک سرمحاسب. خوب دقت کنید. از این آوازه و مشمش ها تا دیدن من هم باوری نداشتم که نخواد این گپ ها راست باشند، اما لیکن ولی. پس از خب شدن آوازه های تفتیشان اگنتی کروپسی ولایت این ماه، یعنی ماه دکبر، ما 900 نفر کارمندان حتی مدیریت 80% معاشمان را داشتند و حتی ما بر این فراشان عموما به معاش ماندگیم که خود همگی 250-300 سومانه است و خلاص. از نام کارمندان به بانک شرطنامه کلکتیوی کرده آن 300,000 سومانی نارسایی بودجه را محکم باز به کروپسی ولایتی 150,000 سومانی دالیا داده است. خوب فهمیده است چه خیلی غارت رفته است. کروپسی 300,000
یعنی که کمومت داشته است اونا بستنوید که از اپلی مردم دزدیدن خوردنشه بعد از او با برای که کاروب چرا دولی ابتیان کاروب چرگان کار نکنه 150,000 باید که تو سال اینا بگیرن بران بتیان یعنی مثلا یعنی کارا دیده ایست کاروب چه رفته است. تا این دم برای چاپ صورت جناب که در صورت میبینید برای آبونه برای مواد شستشویی و دیگر دارویی های مباشرت طاقت کردیم. خوب همینجا عکسی همین چی نام دارد عکسی این چیزی مرکزی اسفره را انشاءالله که کارمندان تکنیکی گذارید تا اینکه مردم ببینند که گپ در مورد کجا رفته ایستاده است. خوب این عکسی کارمند همون منطقه‌ای که این خانم برای ما عکسش ارسال نموده است همونجاست. بگذارید همین عکس تو اینکه مردم ببینن. خوب من همین عکسی که دیده ایستی. خوب تا این دم برای چاپ صورت جناب که در صورت میبینید برای آبونه برای مواد شستشویی و دیگر مبلغ دارویی مباشره طاقت کردن ولی با پرگی از معاش محروم ساختن رو او حق ندارد. یعنی تا حتی فراشو را از معاش محروم کردگی بوده است. خب انا که سوال اینجا بوده است که خیر مالش مباشره رحمان هم منصبی تحمینه و رستم و امامعلی رحمان است آیا این با او حقی از نام کارمندان کردیت گرفتن رو میدهد که ایبان رو قرض بگیره و برای کاروب چرا برای بتیه همیشه سعینام کارمندای همی کارخانه حق داره همی کار انجام بتیه. دوم آیا این هم نسبان محترم از خلق و پیشروی های این هم منصبی صاحب منصبشان خبر دارند یا دانستن میخواهند این زن کردیت را از نام کارگران گرفته گویا پرابلم کارخانه را حل کرده است. آیا فراش پاسبان از نارسایی بودجه جوابگر است؟ اکنون وقت شما و بینندگان را گرفتنی نیستم و تنها گفتنی هم که محمد عباس عددین در سیمای شما من عدالت حضرت عمر را میبینم خدا کند که چنین باشد و زمانت تغییر یابد این یتیمانم را با امانت شما میسپارم که بودن ما را روزهای نزدیک شما و همگی خواهید فهمید پس از خودکشی زیرا دیدن این نوار با من نصیب میکند نه گمان است. از فرزندانم عذر میخواهم که نتوانستم آنها را مثل دیگران پوشانم خورانم رحمت به همسایگان که بعضا خوراک را میبینیم همکنون در خانه بجز دیگی خالی و آب دیگر هیچ چیز نمانده چون معاش ما را با پررگی با کردیت مباشره رحمان گرفتن مثل زمان عمر در دیگ آب و سنگ انداخته فرزندان را بندهوش کردنیم اما آنها الکی عقلشان به این میرسد و زیاده از این حکایه را بسیار برایشان خواندم. دارم بجز شبکه شما با دیگر مقامات نمیگویم زیرا همه آنها از مباشره هم نسب با رحمانوف میترسند و من که بیوزن هستند در حالی به هم خوابگی اشاره میکنند. سبحان الله. دیگر آوازه مباشره این هم منصب با کارمندان صاحب منصب دوشنبه و خوجند رو نمیگویم زیرا با چشم ندیدم میترسم که تهمت گر شوم. از شما خواهش میکنم که تا سال نو این مکتوب را تعلیلا مختصر پیشکش بینندگان نمایید میان آنها مقامات را نیست تماشا میکنند. میدانم شکمسیر چی پروای گرسنه است ولی روز فرزندانم این نوار را دیده از سبب اصلی خودکشی من مادرشان با خبر میشوند. من به حرام و زنا و دزدی دست نمیزنم. فرزندانم را خانه این بچگان قبول نکردند زیرا من جای کار و معاش دارم هم اکنون شاید قبول نمایند. دخترم تو به جای من با اوکهایت مادر شو. محمد اقبال جان کمی پس به وایم میرسد و به شمایان او همچون پدر می شود. سبحان الله. خوب مراجعت من به مردم ترسوی لگنبردار اسفره کجای بیوزن دیده در حال فکر همخوابگی و بیراهگی را نکنید. زینا برگردنده است و دختر با مادر شما برمیگردد. اگر کمک میتوانید کنید ولی به فکرهای غلیظ نترسید حق را بیان کنید تا کی این هم نسبان و هم منصبان لقمه یتیم را از معده‌اش گرفته میخورد. خداوند سختگیر است بگذار از گرسنه مردن با عاریت مردی بمیریم. من زن هستم ولی همه جا گپ حق را میگویم نوابسته از تهدیدهای مقامات نترسید بس از غلامی. وصیت به دخترم اوکهایت را به تو امانت می سپارم. خانه میراثی من را زینهار نفروش
و میراث تلاشی نکنید. بین هم همیشه با راه حلال گرد، زینهار گمراه مشو. آینده وقت فرزنددار میشوی اصل و نام من نی بدبخت را با او نگذار، چون پسردار شدی حتما نامش را محمد اقبال گذار. سبحان الله. من این نمره نخوندم. تو در تلاش حقیقت این گونه باشد. دیدار به قیامت برادر حقجوی ما محمد اقبال صدرالدین. با امید خواهر شما تا برآمدی نوار شاید زنده باشم و از دیدن آن کمی باشد هم غمگین. من برطرف و دلم از دردهای سنگینی، حال و حسی گرسنگیم برطرف گردد. فراش حقیقت جو و حقیقت گوی، مرکز سلامتی شهر اسفره ام. سبحان الله. خوب دیگر این وضعیتی هست که مادران ما در شهر اسفره یعنی به چنین حالت ها دست زدنی هستند از دست این مقامات رذیل و مقامات درنده و چرنده. این مبشره رحمان که میبینید مردمی وضعیتی وخیم را به چنین حالت ها گرفته آورده است و وضعیتی واقعا هم خیلی مشکل است. و اگر مردان جسور اسفره جستجو نمایند و تمام فراشان را 2000 یا 1500 سامانی دهند و کسی اگر این کار کند، انشاءالله که ما یگان فکر میکنیم تا اینکه به این مادرانی که واقعا هم حالشان به این حالت رسیده است، یعنی خداوند کند که چنین مردان پیدا شود و دستی چنین زنان و مادران به این حالت رسیده را بگیرد. واقعا هم انسان وقتی که در یک دولت دموکراتی و حقوق بنیاد چنین چیزها را میشنود، یک بخالتر حقوق گرفتن کردیت از بانک را دارد و آن هم برای پاره دادن و برای کروپس 150,000 دادن، یعنی نمیدونم من که دیگر چی فکر کنم و چی بگم. خواهر گرامی، توصیه من همین است که هرگز به این عملی بد دست نزن و این عمل خیلی عمل شنیع و پست است. خداوند شما را نمیبخشد و در مسئله خودکشی شریعت اسلام خیلی حکمی وزمین گذاشته است. هر حالت بر سر شما آید، شما حق گرفتن جان خودتان را ندارید، اون جان صاحب دارد و اگر چنده که شما فعلا در کالبود آن جان و روح شما است و شما حقوق گرفتن جان یا به خودکشی دست زدن را ندارید. شریعت اسلام کاملا بر ضد این، یعنی البته ما مقالات در مورد خودکشی داریم، حتی یک کتابچه هم برای ما توصیه شده بود برای خودکشی زیاد شدن. ما یک یعنی چیز نوشته بودیم در مورد مصیبت ها و عذاب های بالای افرادی که به خودکشی دست میزنند. هر کاری که بر سر شما آمد مسلمان طاقت میکند. هر خاری که بر پای مسلمان میزند اون خار سبب بخشوده شدن گناهان ایشان میگردد و هر گرسنگی که شما میکشید در این ایام حکومت رحمانوف ان شاء الله سبب گسسته شدن گناه های شما میگردد. خواهر گرامی، هرگز شما به این عمل دست نزنید و این کار خیلی کاری پست است و خلاف شریعت اسلام است. امیدواریم مردان اسفره شهر به ناموس می آیند و کار میکنند که چون این مادران تنهای بیوه و یتیمدار را دستگیری میکنند تا اینکه آنها دست به خودکشی نمیزنند. ما میدانیم رحمان و ظالم است و میدانیم گرفتار یک دیکتاتور ظالم هستیم و دختر و پسر اون هم ظالم پسران و ظالم دختران هستند و امیدواریم که از مبشرخان این پلید اگه چیز برای ما اصلاح میفرستن، عکسش برای ما فرسته، هر کاری که انجام میتید فرسته. امیدواریم که رئیس این مرکز طبی شهر اسفره در این قضیه حتما یک کار انجام میتین تا اینکه این قضیه را به چنین حالت نمیگذارن. 250 سامانی 300 سامانی چی است که شما برای اون میگیرید؟ پول فراشه که 3 طفل دارد شما از اون این مبلغ میگیرید. آیا این در یک دولت دموکراتی حقوق بنیاد چون که رحمانوف میگه یعنی که امکانی وجود پیدا کردنش وجود دارد؟ من نمیدانم دیگر با کدام لحن و زبان با این مردم واقعا هم دزد و غارتگر صحبت کنم. خواهر گرامی، امیدوارم که انشاءالله یعنی با این حالت شما گرفتار هستید. این حالت نیست که یعنی شما با این مسئله دست زنید. البته چون این حالت ها در تمام کشور وجود دارد. برای ما از تمام مناطق کشور دقیقا همین قشر آسیب پذیر جامعه که فراشان و زنانی که شوهرهاشون رحمانوف به روسیه فرستاده است
و آنها را شامل لیست های تروریست و اکستریمیست نموده است و آنها دیگر برگشته نمیتونند، آنها نه کار کرده میتونند و نه نان فرزندان و همسرش روان کرده میتوند. همسرهاشون در غرقاب صدها بلا گرفتارند ولی نمیتوانند کار کنند چون زمین سخت و آسمان بلند است. ولی هرگز شما دست به این عمل خودکشی نزنید. برای چی باید خودت بکشی؟ تو کار کردنی مباشره را بگی، عکسش بگی، یکون کسیش که پرتاش تو مردم ببیننش. برای چی تو خودت بکشی؟ برای مباشره تو خودت میکشی، مباشره استراحت که گشتن میگیره، پلوی شما را گرفته و پلوی مردم. هیچ وقت شما خودتون نکشی. برای چی انسان خودش بکشه؟ این عملی خیلی پست است. شما یک کاری بکن که قبل از اینکه انسان از دنیا میگذره یک چیزی از خودش به یادگار بگذاره. یعنی این مسئله نیست که شما در این قضیه یعنی چنین کنید.